یکی از پادشاهان ایرانی فرعون مصر شد. این جمله شاید شما را متعجب کند. چگونه ممکن است شاهزاده ایرانی به قدرتی برسد که مصریان او را همانند فرعونی از نسل خدایان خویش بپذیرند؟ اما این واقعی است که تاریخ به ثبت رسانده و داستانی هیجان انگیز در پشت آن نهفته است. داستان کمبوجیه، شاهی از نسل کوروش بزرگ که نه تنها بر قلمرو پهناور پدرش فرمان روایی کرد، بلکه مصر باستان این سرزمین اساطیری رو به تسخیر خود درآورد. کمبوجیه از همان ابتدای تاجگذاری تصمیم خود را برای فتح مصر گرفته بود. مصریان از مدت‌ها قبل در پی فرصت و آمادگی برای مقاومت بودند و برای جنگ علیه هخامنشیان خود را آماده کرده بودند. فرعون آماسیس که از قدرت روزافزون ایرانیان آگاه بود، به پسرش پسامتیک سوم هشدارهای لازم را داده بود تا از مصر در برابر دشمنان جدید محافظت کند. اما در سال 525 پیش از میلاد کمبوجیه لشکر بزرگ خود را برای رویارویی با فرعون مصر به راه انداخت. از همان آغاز کمبوجیه می‌دانست که عبور از صحرا برای رسیدن به مصر کار ساده‌ای نخواهد بود. او با تدبیری هوشمندانه با شیوخ عرب نبطی توافقی کرد. هزاران شتر که مشک‌های آب بر دوش داشتند در مسیر حرکت لشکر قرار داده شدند. این منابع آبی برای سپاهیان که در گرمای طاقت فرسای صحرا پیش می رفتند حیاتی بود. همچنین کشتی‌های جنگی هخامنشی در طول ساحل دریای مدیترانه پیشروی سپاه را همراهی کرده و از آنها پشتیبانی می کردند. ماه مه سال 525 پیش از میلاد سپاه کمبوجیه به پلوزیوم دروازه شمال شرقی مصر رسید. نبردی سخت و سرنوشت ساز در اینجا به وقوع پیوست. لشکریان مصری با فرماندهی فرعون پسامتیک سوم در مقابل ایرانیان مقاومت جانانه‌ای از خود نشان دادند. اما کمبوجیه با هوشمندی نظامی و با استفاده از آرایش نظامی بی همتا توانست بر ارتش مصری ها چیره شود. این پیروزی دروازه‌ای بزرگ به سوی تسخیر تمام مصر بود. در یکی از جنگ‌های نزدیک به مرزهای مصر کمبوجیه متوجه شد که مصری‌ها به گربه‌ها باورهای مقدسی دارند. در روایتی اومده که او از این باور به نفع خودش استفاده کرد و گربه‌ها را در میدان نبرد به کار برد. به این ترتیب که با قرار دادن گربه‌ها در صفوف اول، مصری‌ها که از آسیب زدن به این حیوان مقدس وحشت داشتند، روحیه جنگ طلبی خود را از دست دادند. پس از پیروزی در پلوزیوم، لشکر کمبوجیه به دره نیل نفوذ کرد و با گذر از شمال به جنوب سراسر مصر را به دست گرفت. شهرها یکی پس از دیگری تسلیم شدند. سرانجام منفیس، پایتخت بزرگ مصر نیز تحت محاصره قرار گرفت. در ابتدا کمبوجیه با پسامتیک سوم با ملایمت برخورد کرد و او را به عنوان ساتراپ مصر منصوب نمود. اما زمانی که پسامتیک سوم شورش کرد و به نافرمانی برخاست، کمبوجیه او را مجبور به خودکشی کرد. کمبوجیه با آگاهی از اهمیت آیین‌ها و فرهنگ مصر با هوشمندی سیاست آسانگیری دینی را در پیش گرفت و خود را در جایگاه فرعونی برآمده از خدایان معرفی کرد. او نظم و امنیت را در سرزمین تازه تسخیر شده برقرار کرد. نیروهای خود را از معابد بیرون کشید و مسئولیت‌های اجرایی را به بزرگان مصر سپرد. کمبوجیه حتی به معبد اله نیز در سائیس درآمدهای پیشین را اختصاص داد و بر طبق سنت‌های شاهانه مصری خود را شاه مصر علیا و سفلا و از نسل خدایان هوروس نامید. با این اقدام مردم مصر او را به عنوان فرعون جدید از دودمان 27م پذیرفتند. پس از فتح مصر کمبوجیه به فکر گسترش فتوحات خود افتاد. او قصد داشت لیبی و کارتاژ را نیز تسخیر کند و قلمرو شاهنشاهی هخامنشی را به سرزمین‌های ثروتمند شمال آفریقا نیز گسترش دهد. هخامنشیان تاجداران آسمان و زمین بودند و تا زمانی که فرزندان کوروش و کمبوجیه بر تخت فرمان روایی نشستند، جهان به یاد داشت که بزرگی و اقتدار در خون ایرانیان جریان دارد. خون شاهانی که به جای فتح سرزمین ها ملت ها را فتح کردند. سپاس از نگاه شما فرزندان